خواهش میکنم که آواز لحظه انتخاب نظام قاسم به کرسی رئیس اتفاق نویسندگان. روز 11 نوامبر در دوشنبه انجمن 16 این اتحادیه برگزار شد. ابتدا نظام قاسم از فعالیت 5 ساله خود و اعضایان اتفاق نویسندگان حسابات داده نظم و نثری در این دوره انشا شده را تحلیل و تنقید کرد. بزرگترین نقص نسل امروزی ما پرگویی به ضرورت کشال دادن سخن است. گفته بودیم در انجمن 15 و امروز آن گفته 5 سال پیش را می توان عیناً تکرار کرد. بعد نیست که رمان‌نویس‌ها بیشتر به موضوعهای تاریخی توجه دارند. بعد آن است که اکثر مراجعت‌ها به تاریخ مجرد ساده‌لوحانه به کارکرد بدیعی مواد تاریخی صورت گرفتند. عزیز نویسنده تاجیکی در 5 ساله اخیر رئیس کمیسیون تفتیشات بود، قسماً حسابات داد. در دوره حساباتی استراتژی نویسندگان در دری ورزاب طبق سیاست غیر دولتی کردن مالکیت از جانب کمیته اموال و مزایده گذاشته شد و حواله‌ای که در کمیته آن داده شد غیر قابل استفاده بوده. برای آباد کردنش مبلغی خیلی زیاد ضرورت. عزیز از فعالیت نشریه های نزد اتفاق هم انتقاد کرده گفت آنها هنوز به دستگیری نیاز دارند. معاش کارمندان نشریه ها کم است. هیئت کارمندان نیز کمند. جای افسوس است که اکثریت اعضای اتفاق نویسندگان به نشریه های خود آماده نیستند. این ناظر میخواست که دیگر بخش‌های فعالیت اتحادیه را نیز مورد تحلیل قرار دهد، ولی به دلیل بیش از 5 دقیقه حسابات دادن سخنرانی او را قطع کردند. او از صحبت با آزیا پلیس هم خودداری کرد. کمال نصرالله شاعر خلقی تاجیکستان در انجمن از نشر اشعار بعضی به نام جوان شاعران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک نگرانی کرده خواست در این مورد چاره اندیشی شود. مشاهده می شود که فیسبوک و دنیای مجازی با انگیزش های هرچی بیشتر و بیشتر وام دارد که جوان شاعران ما نوشته های بی تحریر و ناقص و خام خود را در رسانه های دنیای مجازی انتشار دهند و با کفکوبی های و آفرینگویی های دروغین خوانندگان بی صلاحیت باور کنند و غره شده از رشد و انکشاف بازمانند. دریغ که اکثر نقلمان ما با تاثیر دنیای مجازی حیف شده ایستادند. شاعر در این رابطه پیشنهاد کرد که منقدان و ادبیات شناسان اتفاق نویسندگان شعرهای در فضای مجازی نشر شده را مورد تحلیل و نقد قرار داده نتیجه آن را در نشریه‌های ادبی و فضای مجازی نشر کنند. چی فکر است؟ چی پیشنهادات؟ بعداً به آیین‌نامه اتفاق نویسندگان یک چند تغییرات وارد شد و بار سوم نظام قاسم رئیس این اتحادیه انتخاب گردید. با پیشنهاد رئیس تازه انتخاب، طالب لقمان معاون اول و سراج‌الدین اکرامی معاون رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شدند. در همین حال بعضی از منقدان و ادبیات شناسان از نتیجه انجمن چندان راضی نیستند و میگویند که انتظار تغییرات جدی هم نیستند. انجمن درست که من قناعتمند نیستم. چون بسیار همین در مکتب میانه چیزی که درس میگذارد همیشه گذاشت. دست برداشته و چپک زده و همیشه گذاشت. یگان نورسایی کمبودی گویا در فعالیت اتفاق نویسندگان نبود. یگان چون منبر نشد. بنابراین این خیلی نمیشود. این با منفعت کار نیست. بعضا همه خیلی میشد که بحث کردن حاجت نداره. این از جمله همین موردی بود که بدون بحث باید کار انجام بده. چیزای اصولی نخواهد شد. تغییرات جدی اصولی نخواهد شد. اما بعضی تحریر و تکمیل بعضی از نقطه ها بعضی از طرف‌های فعالیت امکان دارد. باید گفت که اتفاق نویسندگان تاجیکستان سال 1934 تأسیس یافته است، آن وقتی که از نهادهای معتبر جمعیتی دانسته میشد و رئیسانش در جامعه از مقام و نفوذ بالای برخوردار بودند. مهرآفرین نجیبی، آزیا پلیس.